45 روزم تو کما خوابیدیم. گفتم خانم این که ما شکافته ای اگر نه یک نوار کجا بازارم بره توی میخوندم جزیره عروس میرفتیم همه دنبال ما. حال شما خوب عمو؟ سلامتی؟ به چشم سلامت. بگن که حاج آقا عاشق ترین جوون این روستا شما بودی ها؟ بله بله. ما زمان طاغوت که شاه عهدش رو تاجگذار میکردن اینجا آمدن جشن نمایش در بردن شادی میکردن. آخرش که چیز تموم شد گفتن که 2 نفر بیاد صداش خوبه بخونه ما صداش رو ضبط کنیم. بعد ما را یک حاج آقای زرخامی انتخاب کردن که ما خوندیم صدای ما را قبول کردن. صدا شما مشهد این لاکر داد بابا من نداد. گفت که از همون که میترسید از همون شدن دیگه خراباتی و بالاخره بعد در ما رفتم به قالبافی و بله 45 روزم تو کما خوابیدیم و ما رفتیم یک جایی دعوت کرده بودم ما خانه فامیلم حمام برگردیم بیان که اون یک چراغ‌ساز ما از سرخار میرفت دیگر اونجا برعکس ما تو عالم خواب رو موتور میرفتیم و زدیم به ماشین شد. 45 روزم تو کما بودیم. بعد از 45 روز موقع که چشم آوا کردیم پرستاره که بقید چیزی گفتیم جان گفت تو چشمم نداشته که گفتم برای چی؟ گفت ما مثل تو مریض نداریم که یقدر خاطر خاطرشته باشم روز 250 نفر این پوزیشه برات عشق بنک چون خوشگل نبیه. گفتم خانم این که ما شکافته ای اگر نه یک نوار کجا بازارم بره توی میخوندم جزیره عروس میرفتیم همه دنبال ما. اینا که پشت شهر گریه میکردن نصف اشتغاله بریم قرآن بسرن که نمیرم از بین نرم که عروسی خود یا فامیلا شد مجلس شاد کرده. بله شخصه که از این جوانای خوشتیپ هم بودی ها نه خوشتیپ نبود ولی صدام خوب بود. صدام خیلی عالی. هر عروسی که میخوندیم دیگه محال بود. هر خواننده که علاقه داره بگو تو باید بخرم.